خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. منزل ما در پنجکند. بعد از آن که چند روز در حوله رحمان قلعمک مهمان بودیم، ما را به بنای تعلیمی تکنیکوم پداگوژی کوچانیدند. در اینجا تا عرفه آغاز سال تحصیل زندگی کردیم. بعد از این به ما از حوله ملا نجم الدین بای نام شخص جای دادند. این شخص از ثروتمندان پنجکند بوده است که همانا در اول انقلاب یا زندانی شده یا از بیم تعقیبات بلشویکی جای و منزل را پرتافته از شهر غایب شده است. حوله درون و بیرون داشت و ما از یک خانه حوله بیرون جای گرفتیم. زیر نمد و شالها به جای بوریا پخال انداخته بودند و جای خواب ما نرم و ملایم بود. اما در خانه کنه های کلان خانه مانده بودند که شبانه ها خونهای ما را مکیده روزانه در دیوارها چسبیده می خوابیدند. هم با شکل زشت و هم با خونخواری خود کنه ها به نظر خیلی منفور می نمودند. بعد از 2-3 ماه به ما از حوله دیگر جای اقامت جدا کردند. این حوله ملا صبوربای نام شخصی آبرومند و صاحب ثروت پنجکند بوده است که در اولی سالهای 30 از طرف حکومت شورایی زندانی شده است. من دیرتر سالهای 70 بود مگر شنیدم که ملا صبوربای در نتیجه عرضه و مراجعت‌های فرزندانش از طرف مقامات دادرسی شخصی بیگناه دانسته شده بود و این حوله را به وارثان او برگردانیدند. حوله ملا صبوربای در همان کوچه‌ای که ما در منزل نجم الدین بای استقامت می کردیم واقع گردیده و به سر کوچه‌ای کلان نزدیکتر بود. حوله از قسمت‌های درون و بیرون عبارت بود. حوله درون برای اهل عائله بای تخصیص گردیده و از چند خانه قلمکاری مقرری عبارت بود. در بالای راهروی حوله درون و بیرون بالا خانچه خرد بود. قسم بیرونی حوله به ذوق و پسند بایانه بنا گردیده بود. در طرف شمال خانه کلان دهلیزدار بود که پیشایوانی بلند داشت. سقف خانه با بالار و وسه های منقش پوشیده شده بود. دیوارهای خانه نیز گچکاری و منقش به گلها بود. در مقابل این خانه بالاخانه و زیر آن ایوان بلند نیز بود. به نظرم بالاخانه برای مهمانان و تاجران شهرهای دیگر، ایوان زیر آن برای اموال و بارهای تجارتی پیش بینی شده بود. جعفرخان عمکم با زوجه و پسرچش و توتم در حوله درون و ما در حوله بیرون جای گرفتیم و تا آن سالی که در پنجکند بودیم جای اقامت دائمی ما همین حوله شد. در بالاخانه الیزارف نام یهودی سمرقندی با عائله‌اش و پدر پیرش که او را حاجی بابا می گفتند به زیارت بیت المقدس مشرف شده بود زندگی می کردند. در مدت 3 سال که در این حوله بودیم با خانواده الیزارف ها خیلی دوست شدیم و مثل یک عائله حیات به سر می بردیم. بعد از رفتن ما الیزارف ها باز چند سالها در پنجکند زندگی کردند. من گاه یعقوب نام پسر الیزارف را که از من 2-3 سال کلان بود در سمرقند می دیدم و از احوال آنها در پنجکند خبردار می شدم. بعد از سال 1940 دیگر از الیزارف ها اطلاعی نداشتیم. پنجکند در آن سالها شهری خیلی خرد بود. در شرق دروازه بخارا، در غرب سای و در جنوب قینر، در شمال کوچه لب چشمه. این بود حدود شهر تا آنجا که من می دانستم. در مرکز شهر بنای یک قبطه نوساخت سفید تاب آموزشگاه می ایستاد که در آن سالها مکان یگانه دانش و معرفت، چراغ اولین معارف و معنویت به شهر پنجکند، تربیتگاه و تربیتگری فعال و جانفشانی
نسل دانشجوی و دانش طلبان، ترغیب کده شعر و ادب و رشته‌های گوناگون در حیات جامعه شهر بود. پدرم با عمکم جعفرخان به همین آموزشگاه به صفت معلم آمده بودند. غیر از پدر و عمکم از سمرقند باز چند نفر معلمان برای تدریس به این آموزشگاه آمده بودند. آنهایی که در خاطر من ماندند: بازار رجبزاده، معلم فن حساب و ریاضیات، ساکن گذر قلندرخانه‌ای سمرقند، معلم سختگیر و در معامله و معاشرت جدی بود. ادریس خان عمری، در خاطر ندارم از چی درس میداد، اما شخصی خیلی مهربان و گشاده چهره بود. بالتر رؤوفزاده، معلم رسم و نقشه کشی، شخصی خیلی حلیم، نرم و ظریف بود. برای صنف‌های ازبکی زیایف نام معلم تاشکندی آمده بود که در طی چند سال همکاری با پدرم طرح دوستی و رفاقت داشتند. باز یک نفر سمرقندی به نام استا عالم بود که چند سال پیشتر به پنجکند آمده مقیم همین شهر شده بود. این استای خراط و دوریدگر هم درس مهنت میداد و هم تمام کارهای چوبکاری و خراطی آموزشگاه را در عهده داشت. خود استا عالم و عائله آن کس با پدر و مادر و عائله ما خیلی دوست شدند و در همه کار و بار زندگی ما همیشه مددگار و شریک بودند. حولی آنها در آخری تنگکوچه در مقابل دروازه حولی ملا صبوربای واقع گشته بود و از این سبب رفت و آی بین ما و خاندان استا عالم آسان و دائمی بود. ما بچگان هم با دو پسر استا عالم، اولمس و شادی، جوره‌های نزدیک بودیم. استا عالم در یک گوشه حولی بیرون ملا صبوربای در طرف راست از خانه ما استاخانه درست کرده بیشتر وقت خود را همانجا می‌گذرانید. بچه‌ها نیز برای درس مهنت به همین استاخانه می آمدند. استا عالم شخص خیلی مهربان و به ما نزدیک و قریم بود. همیشه برای رفع احتیاج ما آماده بود. ما بچه‌ها را خیلی دوست می داشت. سیمای این شخص امروز در نظر من خیلی گرم و پر از مهر می نماید. به صف معلمان سمرقندی کمی دیرتر ناصر جان معصومی داخل شد. این جوان 20-21 ساله در سمرقند کورس معلم تیار کنی شیبانی خان را تمام کرده با مشورت استاد خود عبدالحمید بقازاده به اینجا آمده بود. بقازاده دادرزاده پدرم خواسته است که این جوان مستعد در پیش معلمان اصیل سمرقندی تجربه اندوزد و آداب و معاشرت آموزد. از روزهای اول معصومی به عائله ما انس گرفت و به نزد ما مثل یک عضو عائله زود می آمد و پدرم نیز به ایشان چون فرزند با مهر و غمخواری مناسبت می کرد. معصومی تا آخر عمر پدرم را به حیث استاد احترام می کرد و در حاضر و غایب او را به این عنوان نام می گرفت.